میگن نادرشاه افشار 2 تا رفیق داشته. بعضی موقع‌ها شبا میشستن با هم یه صبوحی میخوردند، میگفتن، میخندیدن، خلاصه تا صبح خوشحالی میکردن. یه شب اینا با هم بودن. صبح میشه نادرشاه لباس رزم میپوشه و میره توی سپاه. این رفقای نادرشاه هم میان توی سپاه پیش نادرشاه و باهاش شروع میکنن شوخی کردن. نادرشاه به جلاد میگه که گردن این 2 تا رو بزن. میافتن به التماس که نادرشاه، ما رفیقات دیشب تا صبح یادت رفت؟ چرا میخوای ما رو بکشی؟ نادرشاه میگه شما هنوز فرق نادر و نادرشاه رو نفهمیدید. من دیشب نادر بودم، الان نادرشاهم. آدم باید ظرفیت داشته باشه. اگه یه بزرگی باهاش نشست و برخاست کرد، حد خودشو بدونه، پاشو از گلیمش درازتر نکنه. بی ادب را باده کم ده، بزم را برهم زند. هر کسی را قد جامش باده در ظرفش بریز.